Na intensief contact met verschillende hooggeplaatste personen in het Syrische verzet kreeg Nieuwsuur gisteren opnieuw uniek en explosief materiaal in handen. En zoals gezegd, gefilmd door een Iraanse cameraman in het vuur van de strijd. En die beelden die kosten hem uiteindelijk het leven. Een militaire eenheid uit het Iran van de Ayatollahs heeft kwartier gemaakt in een dorpsschool in Syrië, dicht bij 2 fronten. De eenheid heeft de bevelvoering gekregen over leden van een Syrische burgermilitie. Bovendien werkt de Iraanse eenheid samen met legeronderdelen van Assad. Het interview dat u gaat zien wordt gehouden in het Perzisch, de Iraanse taal. De Iraanse commandant praat over de Syrische troepen van Assad. معمولا هر 25 روز جابجا میشن. خیلی این نیرو مثلا یه جا نمیمونه که وضعیتش چی باشه. یعنی نیروهای دفاع وطنی که ما هستن دیگه حداکثر 25 روز با ما هستن، جابجا میشن. که این خودش باز یه مزیت است برای نیروها که توی منطقه خیلی استقرار نداشته باشن. هرچند خیلی از دوستانی که الحمدلله ما با اینا کار میکنیم قبلش آموزشیده خود ما هستن تو ایران، آموزش ما یعنی چون ما رو میشناسن خیلی راحت‌تر با ما کار میکنن و با رویات ما آشنا هستن. ولی در کل بچهای خوبی ان، بچهای نسبت به خود ما آدمای صبورتری ان، آدمای خدمت شما عرض کنم که خیلی توقع بالایی ندارن. یعنی با کمترین امکانات چی میکنن. فقط بیشترین مشکل اینا 2 تا چیز هست. اگه 2 تا چیز نباشه جبهه تعطیله. یکی سیگار هست اگه وجود نداشته، یکی هم مته. درست حسین؟ صحیح؟ اذا ما في دخان و ما في مته جهاد تعطیل. هم عزیز ماست، میتونی فیلم بگیری. خیلی خوشگله. نه سوار ماشین شده، احتمالاً میخواد جایی بره. آره سوار ماشین. سلام کنیم باهاش. ایشون سرهنگ این منطقه است. فرمانده منطقه است. سلام علیکم. سلام علیکم. حبیبی. کیفکم؟ کیفک؟ Alhamdulillah, سلامتی alhamdulillah. Waarom vechten deze Iraniërs ver van hun huis mee met het Syrische leger van Assad? عملاً جبهه‌ای که ما داریم می‌جنگیم جبهه مثلا بگیم فرض دولت سوریه در مقابل مردم سوریه است، نه چنین چیزی نیست. یعنی خیلی از مردم هم این اعتقاد دارن که جبهه الان سوریه جبهه اسلام در مقابل کفره، جبهه حق در مقابل باطله. چرا که ما عقیدمونه که جبهه اینور حقه، به این جهت که جبهه اینور مدافعش حضرت آقاست، جبهه اینور مدافعش سید حسن نصرالله، جبهه اینور بچهای ایران هستن، حزب الله هستش، مجاهدین عراقی هستن و جاهای دیگه، مجاهدین افغانی هستن. اینا اومدن. جبهه اونور کیه؟ اسرائیل. جبهه اونور کیه؟ عربستان هست. جبهه اونور کیه؟ ترکیه هست. جبهه اونور کیه؟ قطر، پولهای اماراتی هستش که میاد. امریکا هست، انگلیس هست، فرانسه و کشورهای اروپایی که با اینا الان کجا میخوام اسم اونجا چیه؟ العظام. به اینا محبت بکنی محبت میبینی. یعنی سیستم کار اینا اینجوریه. متاسفانه سیستم ارتش اینا به گونه‌ای بوده با اجبار و جبر با اینا برخورد کردن، بی احترامی کردن، توهین کردن. بخاطر همین الان ما با بچهای ارتش هم که کار می‌کنیم غیر از دفاع وطنی، اونها خیلی شیفته ما هستن. همش مثلا خیلی از ارتشی‌ها الان میخوان از محورهای خودشون فرار بکنن بیان سمت ما. میگن ما می‌بینیم مثلا محور فرض حاج اسماعیل، محور سید شفیع کار می‌کنیم. چرا؟ فقط احترام کردیم. یعنی چیزی به اینا نه دستی دادیم نه چی. اینا باید یاد بگیرن. یعنی سیستم نظامی اینا باید یاد بگیره که احترام بکنه به نیروهای نظامی خودش. ولی متاسفانه آروم آروم داره جا میفته. یعنی خود نظامی اینا میگن شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. مثلا چند تا از این سرهنگا سرتیپاشون که ما باشون رفیق هستیم صحبت میکنیم، میگه شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. فرماندهی ما با تحکم، اما فرماندهی شما رو قلب بچهای ما. هر روز اینو میگیره بالادش میشکنه. ماموریت خانم این انجام میده. اینا رفیقای من. عمار یک. اینا رفیقای منن. آقا بفرما کار داره. عمار هستن. بله مفهوم شد. تو زمانی که اینجا عملیات میکردیم هیچ آدمیزادی نبود. یعنی اهالی هم تخلیه کردن. الان نیست، عربن همشون. بعد از اینکه اینا با ما که عملیات انجام شد و بازسازی شد، مامورشون هستن برش کردن. میرم خانم‌ها دارن میرن برای گرفتن آب شربی که میارن. بخوام خانم‌ها شکلات بدیم. خانم‌ها شکلات بدیم شما فیلم بگیر. تو مسیرایی که میریم اینا ماشینای ارتششون با سرعت میرن بی اعتنایی به مردم ولایت، ولی ما میریم مسیر آرومتر میریم. یعنی اگه مسیر مثلا گرد خاک باشه، جاده خاکی باشه، خیلی آروم میریم مردم گرد خاک نخورن. به هر کی رسیدیم سلام میکنیم. یعنی مردم با همین برخوردها به ما اعتماد کردن. اعتماد مردم نسبت به ما خیلی
یعنی اینا لازمش این است که خورده با این بچه‌ها کار بشه، با دوستان نظامی که اینجا هستن این فرهنگ براشون جا بیفته که شما اگه احترام بکنید احترام می‌بینید. ارتش خود ما هم همین بود زمان رژیم پهلوی. یعنی سیستم ارتش اینجوری دیکته کرده شما باید با مردم اینجوری برخورد بکنید. ولی خب الحمدلله جمهوری اسلامی ایران اسلام گفتم رأفت داشته باشین. ما باید اینا رو به اینا یاد بدیم. De alledaagsheid van de oorlog vereist ook dat er gekookt, gepoetst en gewassen wordt. Een militair zingt popmuziek. Maar al deze opnames zouden ooit terug naar huis gaan, terug naar Iran, waar popmuziek verboden is. De man schakelt lachend over naar een islamitisch gebedslied. الليل السيف بيقول